جابجایی و حمل و نقل از همان ابتدا از دغدغه‌های بشر بود و هر روز روش‌هایی برای این کار ابداع شد و کم کم تکامل پیدا کرد تا اینکه 130 سال پیش صنعت خودرو شکل گرفت و خیلی سریع به مهمترین صنعت دنیا تبدیل شد. امروزه شاخه‌های مختلف علمی هر کدام به نحوی در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از علوم صنعتی و هنری گرفته تا حتی علوم پزشکی. در زمان رکود اقتصادی تمام کشورهای صنعتی فقط به فکر حفظ صنعت خودروسازی کشورشان بودند، چون خودروسازی پرچم صنعت محسوب می شود. به عنوان مثال، کالای کره‌ای زمانی خریدار پیدا کرد که صنعت خودروسازی این کشور شکوفا شد. و اما صنعت خودروسازی در ایران با یک تأخیر 80 ساله تولید خودرو را شروع کرد. البته از ابتدا با مونتاژ شروع کرد و در ادامه با مونتاژ ادامه داد و رسیدیم به امروز که باز هم مونتاژ می‌کنیم. قبلا از انگلستان، ژاپن و فرانسه تقلید می‌کردیم. در حال حاضر به خودروهای چینی روی آوردیم. در حقیقت ما هیچگاه خودروساز نبودیم. حالا این صنعت مهم بعد از گذشت بیش از یک قرن به یک پیچ تاریخی رسیده و قرار است خودروهای دیزلی و بنزینی برای همیشه از خط تولید خارج شده و جای خود را به خودروهای برقی بدهند. این یعنی هر کشوری که خودروساز نبوده به یک فرصت طلایی دست یافته تا شانه به شانه پیشگامان این صنعت حرکت کند. اما چرا خودروی برقی؟ دلایل زیادی وجود دارد که در اینجا تنها به 10 مورد از 10 ها دلیل برتری خودروهای برقی اشاره می‌کنیم. 1. خودروهای برقی خیلی قوی‌تر و سریع‌تر از خودروهای فسیلی هستند. 2. تا 10 سال آینده اختلاف میزان مصرف انرژی بین خودروهای فسیلی و برقی به 70% میرسد. 3. خودروهای برقی هوا رو آلوده نمی کنند. 4. خودروهای برقی هیچ آلودگی صوتی ندارند. 5. میزان قطعات متحرک در خودروهای برقی تا 60% کمتر از خودروهای فسیلی است. 6. رانندگی با خودروهای برقی به خاطر نیروی معکوس موتور و گیربکس های فوق پیشرفته خیلی راحت‌تر از خودروهای بنزینی است. 7. خودروهای بنزینی با گیربکس اتوماتیک یا دستی با گاز دادن به حد اکثر نیروی موتور میرسند و دوباره با تعویض دنده موتور بیحال شده و نیاز به گاز دادن مجدد دارد. ولی در خودروهای برقی گیربکس تک‌دنده بوده و موتور همیشه و در هر سرعتی به صورت یک نواخت اوج قدرت را در اختیار راننده قرار می‌دهد. 8. حدوداً نصف بیشتر وزن خودروهای برقی کف خودرو قرار دارد که این یعنی پایداری فوق‌العاده و هندلینگ بالای این خودروها. 9. خودروهای برقی فقط در هنگام حرکت انرژی مصرف می‌کنند. این یعنی پشت چراغ قرمز یا در ترافیک هیچ انرژی مصرف نمی‌کنند. 10. عمر مفید موتور خودروی برقی بین 15 تا 30 سال است. ببینید مشکلی که هست معمولا ما به امروز نگاه میکنیم. اصولا در کار صنعت ما باید به فردا نگاه بکنیم. من در ابتدای صحبتم سعی کردم به موضوع برسونم که خودروهای آینده خودروهای الکتریک و هایبرید الکتریک هستن.
آریان مخترع این آقای جمشید آریان طراح اصلی محقق و مخترع ایرانی. جمشید آریان است. آیا آریان ما در خدمت شما هستیم. آریان است محقق و سازنده خودرو الکتریکی آریانا. Jamshid Aryan's invention is his unique method. من جمشید آریان هستم، محقق و مخترعی هستم که تقریباً مدت حدود 37 سال مشغول کارهای علمی هستم. وقت سازمان محیط زیست کتباً به من نوشتن که خودروهای الکتریک آینده‌ای ندارد. سازمان بهینه سوخت کتباً نوشت که طرح شما، ایده شما دارای حق تقدم برای ما نیست. خودروی هوشمند نخستین بار در منطقه خاورمیانه به دست متخصصان ایرانی ساخته شده. تاکسی هوشمندم که نه صدا داره و نه آلودگی ایجاد میکنه، تا 180 کیلومتر در ساعت سرعت داره و با هر بار شارژ 250 کیلومتر. خودروی ایرانی سمن طراحی کردن که این خودرو رو با محیط زیست سازگار. یکی از ویژگی‌های این خودرو اینه که به جای اینکه از اگزوزش دود بیاد بیرون، آب میاد بیرون. آب خوردن. آب خوردن. 160 کیلومتر سرعت داره و این خودرو با توجه به استعداد فناوری پل سوختی که درش هست تا 600 کیلومتر برد داره. 4-5 کشور دنیا توان طراحی و ساخت همچین سیستم و خودروی دارن. An alternative to fuel the electric car. For this, urban spaces need to be equipped with quick refilling stations like these ones. پروانه بهره‌برداری، وزارت صنایع، نمایشگاه‌ها و کنترل‌های اتومبیل، ظرفیت 100,000 دستگاه. و این سند مالکیت شیشتانگ ایجاست که به نام شرکت آریان سانیکه ملاحظه میکنید. اینا مهر شرکت من، اسم من جمشید آریانه، اسم شرکت آریان سانیکه. 36 سال. بله 36 سال پیش من در حیات همین کارخونه هواپیمای X-22 رو ساختم و اولین بردهای الکترونیک رو هم در همین کارخونه تولید و زبونی بازار کردم. این کارخونه در تصرف اتوانی قرار داره که طبق قانون
جرم کیفری داره. جای من کجاست؟ فکر نمی کنید این برنامه ریزی برای اینکه آقای آریان بره در وزارت دادگستری ساعتها، روزها و اعصابش خورد بشه، خسته بشه، خودش درگیر چیزی بشه که ملکشه، اصلا ملکشه و فقط ملکمو میخوام بگیرم. فکر نمی کنید این پشتش این جواب سوال یه دیگه میتونم بدن که من چرا باید من به جای اینکه تو کارخونم باشم، به جای اینکه به فکر طراحی باشم، به فکر تولید باشم، استقلال اقتصادی باشم، اقتصاد مقاومتی باشم، مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی باشم، من به جای اینکه برای این اهداف حرکت بکنم، تولید بکنم. ما صنعتگر داریم، آدمی که فکر کنه داریم، اون آدم اقتصادی و مدیرمون یه چیزی میشه. آقا اومده تو تلویزیون 100 تا سند از همه مقامات کشور نشون میده جلو دوربین که آقا همه گفتن بشود، یکی گفت این مافیایی به نام ایران خودرو نمیذاره. حالا خوبه در کشور باز میشه، فردا همه جور خودرو میذاره. من خسته نمیشم. این کار ادامه داره و تاریخ، مدارک، همه اینها ثابت میکنه که در حقیقت چه رفتاری با من یا افرادی مثل من شده که ما به اینجا رسیدیم. دل رنجیده خون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود. وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا. یادم میاد آخرین مصاحبه‌ای که رادیو جوان با من داشت، گفت آیا آریان کجا میرید؟ گفتم من هر جا میرم برمیگردم.